سلام رفقا، به اولین ویدیوی چنل ردروم خوش اومدین. احتمالا شما هم شنیدین که فصل دوم سریال پرطرفدار اسکوید گیم منتشر شده. اما قبل اینکه بریم سراغ فصل دوم، بیا خلاصه ای از فصل اول رو تو چند دقیقه با هم مرور کنیم. راستی من رهام و راجع به فکت ها، جنایات و سریال های جذاب ویدیو میسازم. چنلم رو سابسکرایب کن تا پارت دوم این ویدیو که معرفی فصل 2 اسکوید گیم هست رو از دست ندی. بزن بریم. شخصیت اصلی سونگ گی هون هست که به خاطر شرایط مالی و اقتصادی بدی که داره زنش ازش طلاق گرفته، دخترش هم با خودش برده و سونگ گی هم با مادر پیرش زندگی میکنه. توی قمار پول برنده میشه و طلبکاراش متوجه میشن، پدرشو در میارن. سونگ تسلیم میشه و وقتی میخواد پول رو بده متوجه میشه به یه دختر برخورد کرده و دختره پولشو دزدیده. طلبکارا تهدیدش میکنن. گیهان قراردادی امضا میکنه که اگه تا اون تاریخ بدهیش رو تسویه نکنه اعضای بدنش رو در میارن. آقای سونگ که داره برمیگرده خونه، تو ایستگاه قطار یه مرد کتشلواری بهش پیشنهاد یه بازی رو میده. بازی اینطوریه که اگه سونگ ببره مقداری پول میگیره و اگه ببازه چک میخوره. سونگ انقدر کتک میخوره تا بالاخره یه پولی رو میبره. آقای بهش یه کارت میده و میگه اگه میخوای پول بیشتری در بیاری با همون تماس بگیر و اونو به یه بازی به ظاهر کودکانه دعوت میکنه. با جایزه 38 میلیون دلاری سونگ و 455 نفر دیگه تو این بازی شرکت میکنن. همشون به طور مخفیانه به اون مکان آورده میشن و نمیدونن حتی کجان و قراره چه بلایی سرشون بیاد. تو اولین بازی که سکانس مشهوری از فیلم هست، بازیکن‌ها رو میبرن به زمین بازی. بازی اول چراغ سبز و چراغ قرمز هست که اگه وقتی چراغ قرمز حرکت کنن حذف میشن. اما نه حذف به معنی ساده. حذف شدن تو این بازی یعنی مرگ. وقتی اولین نفر میمیره همه هون میشن و تقریبا نصف اون افراد کشته میشن و فقط نصفشون میتونن از خط پایان عبور کنن. سونگ و 100 نفر دیگه التماس میکنن که بذارن برن خونه هاشون. اما سونگ میره اداره پلیس و قضیه رو تعریف میکنه و همه بهش میخندن و باورش نمیکنن جز یه کاراگاه که کارت اسکوید گیم رو توی اتاق برادر گمشده‌اش پیدا کرده بود. سونگ تصمیم میگیره به بازی برگرده. کاراگاه هم اونو تعقیب میکنه و خودشو جای یکی از خدمه ها میزنه. 5 روز دیگه و 5 مرحله از بازی مونده. بازی‌های مثل طناب کشی، پل شیشه‌ای و تیله بازی که افراد مدام حذف میشن یا بهتره بگم کشته میشن. توی اتفاقی بازیکنان میفهمن که اگه همدیگه رو بکشن کسی کاریشون نداره و شب تو درگیری نصف افراد کشته میشن و تیم سونگ مجبور از خودش محافظت کنه. توی بازی سونگ و یه پیرمرد پرحاشیه هم تیمی میشن ولی پیرمرد میذاره سونگ برنده بشه. تو بازی پنجم یه میز شام هست. به هر کس چاقویی داده میشه که باید یه نفر رو بکشن که دختره که پول سونگ رو دزدیده بود کشته میشه. توی بازی آخر سونگ و دوست قدیمیش میمونن. سونگ که داره بازی رو میبره از اونا میخواد که به جای پول بذارن رفیقش زنده بمونه، اما رفیقش توی حرکت فداکارانه خودشو میکشه که پول به آقای سونگ برسه. خب حالا کاراگاه چی میشه؟ متوجه میشه که برادرش جزو برنده های سری قبله اما توسط یه نفر لو میره و مجبور میشه از شرش خلاص بشه. سازنده بازی متوجه میشه یکی از افراد کم شده و یه نفوذی بینشونه. کاراگاه همه چیزو پیدا کرده و میخواد فرار کنه اما توسط یه نفر گیر میفته و کسی نیست جز برادرش، یعنی همونی که این بازیو میچرخونه و برادرش اونجا کاراگاه رو هم میکشه. اما برادر کاراگاه گرداننده و یه بخشی از سازنده بود و سازنده بازی یکی از شرکت کننده هاست. تو پارت بعدی اینو میگم، پس چنل رو سابسکرایب کن تا گممون نکنی. در آخر سونگ با پولش به دنیای واقعی برمیگرده و میبینه که مادرش مرده و اوضاعش بدتر میشه. آیا سونگ گذشته رو فراموش میکنه یا به فکر انتقامه؟ فصل دوم سریال به این موضوع میپردازه که تو پارت‌های بعدی راجبش صحبت میکنیم. مرسی که تا اینجا همراهمون بودی. لایک و سابسکرایب یادت نره.